عرض ادب خدمت همه دوستان. توی محیط باز و بسیار بک هستیم. دستگاه تیشش رو برای تست آوردیم. لوپ یک درک دستگاه رو وصل کردیم و روی تخت سنگ به ضخامت 3 متر گذاشتیم و میخوایم یه فلز ابعاد 20x20 رو از جنس استیل امتحان بکنیم. ببینیم دستگاه فلز رو نشون بدیم، ببینیم دستگاه واکنشش به چه شکله. اوکی، ببریم فلز رو. به راحتی این فلز رو دستگاه روش واکنش نشون بده. برداریم. حساسیت مم از شماره 15 شماره 13. یه بار دیگه ببریم. اوکی، برداریم. یه بار دیگه بدون بالانس مجدد با ثبات بالانس بسیار عالی دستگاه این فلز رو روی ابعاد 20x20 عمق 3 متر واکنش نشون میده. دستگاه قدرتمند تیشش.